بالاترین دانش شناخت الله هست. بالاترین علم و بالاترین دانش اینمی است که یک انسان خود و رب خود بشناسد. هر که خود شناخت و رب خود شناخت، اینمی بالاترین دانشمند اینمی است. چرا علم و دانشی که سبب نجاتی تو از عذاب الهی نشود؟ خوبی جهل است. یکی از فرقها بین علم و جهل همی است. علم سبب میشد که تو از عذاب الهی نجات پیدا بکنی، جهل تو رو به طرف جهنم میبرد. علم سبب میشد که تو رو به الله نزدیک میکند، جهل تو رو از الله دور میکند. علم سبب خوشبختی تو میشد و جهل سبب بدبختیت میشد. امروز عصر نیست که کسی را فریب بدهد. کسی که خودش را فریب میداد خلاص و شیطان او را فریب میداد. دیگه عذر شده نمیتونه که ما نمیفهمیدیم. یک ملا یک چیزی میگفت، ملای دیگه چیزی دیگری میگفت.